پرومتئیسم، اثری از جیسون رضا جرجانی، ترجمه صدف احمدی. فصل 5. اطلس هرگز شانه خالی نمی کند. پایان واقعیت، پایان تاریخ و پایان انسانیت، همه اینها ما را وامی دارند تا در مورد تکینگی فناورانه با پرسشی واحد روبرو شویم: آیا ما برای آن آماده ایم؟ و پاسخ اکثریتی چنین است: مطلقاً نه. اگر منظور از ما کل بشریت و نژاد انسان باشد، همان گونه که اکنون هست، پس نتیجه گیری این که ما آمادگی نداریم تقریباً یک تعریف درون خود پدیده است، چرا که تحلیل ارائه شده تا اینجا نشان داده است که پایان انسانیت به طور پدیدار شناختی در ذات خود تکینگی قرار دارد، درست همانطور که پایان تاریخ این انسانیت تهدید شده و پایان هر گونه ادراک از واقعیتی که در طول تاریخ به آن چنگ زده نیست در آن گنجانده شده است. با در نظر گرفتن این مسئله ممکن است بخشی نه چندان کوچک از نخبگان فکری و اقتصادی جهان وقتی با چشمانداز قریب الوقوع تکینگی روبرو شوند به این نتیجه برسند که حق دارند آن را برای مدت نامحدود به تعویق بیاندازند. در حقیقت این تصمیم شاید همین حالا هم گرفته شده باشد. دقیق تر بگویم، این موضوع تنها درباره به تعویق انداختن آن برای همه نیست، بلکه منظور محدود کردن دسترسی به مسیرهای فناورانه است که به سوی تکینگی می روند، آنچنان شدید که برای اکثریت مردم اساساً گویی هرگز چنین چیزی به وقوع نپیوسته است. آنچه در اینجا مطرح می شود فرمول بندی مفهومی است با عنوان تمدن گسسته Breakaway Civilization. بخش نخست این فصل مفهوم تمدن گسسته را معرفی خواهد کرد و سپس شرحی نسبتاً کوتاه از خاستگاه، تبارشناسی و تاریخ آن ارائه می دهد. این مفهوم در بستر تحلیل ریچارد دولن از پدیده بشقاب پرنده ها مطرح می شود و به پیشنهاد او اشاره دارد. او معتقد است برخی از این وسایل پیشرفته هوافضا ممکن است نه توسط موجوداتی فرازمینی بلکه توسط یک تمدن پنهان زمینی ساخته شده باشند، تمدنی که از دل مجتمع نظامی صنعتی سر برآورده و به جامعه‌ای خود مختار با جهانبینی، فرهنگ و اقتصاد ویژه خود تبدیل شده است. در سطحی مفهومی ریشه این ایده را میتوان در آثاری از سینما و ادبیات پی گرفت، آثاری چون Alternative 3, The Shape of the Things to Come, New Atlantis، اطلس شراگد، تصویر آتلانتیس به عنوان یک تمدن گسسته که هم در کتاب اطلس شانه خالی نمی کند، اثر آین رند، و هم در آتلانتیس نوین نوشته فرانسیس بیکن که عضو اینویزیبل کالج نیز بود ظاهر می شود. نقطه‌ای است که از آن گذار به تاریخ واقعی نخبگان پنهان روی زمین صورت می گیرد. بخش باقی مانده این قسمت نمای کلی از این تاریخ ارائه می دهد، از ایلومیناتی باواریایی تا تلاش‌های رایش دوم برای استعمار قاره آمریکا که توسط گروهی شرکتی از پروسی‌ها هدایت می شدند و به طور محرمانه در حال توسعه کشتی‌های هوایی پیشرفته با استفاده از فناوری‌های تسلا بودند و سپس تا دستیابی رایش سوم به انرژی نقطه صفر به عنوان پیشران. این بخش با شرح فعالیت‌های آن دسته از فرماندهان اس پایان می‌یابد که نه تنها از جنگ جان سالم به در بردند و از محاکمه گریختند، بلکه توانستند به درون یا حتی به بنیانگذاری مجتمع نظامی صنعتی اطلاعاتی ایالات متحده نفوذ کنند یا حتی در شکلگیری آن مشارکت داشته باشند. بخش دوم با شرح ابزارهای شیطانی آغاز می‌شود که از طریق آنها دولت پنهان یا دولت در سایه به عنوان زیربنای رایش چهارم در آینده در آمریکا بنیانگذاری شد. در این راستا وحشت بشقاب پرنده‌ای که در خفا منجر به تصویب قانون امنیت ملی سال 1947 شد مورد بحث قرار می‌گیرد، قانونی که بنیان‌های جمهوری آمریکایی را تضعیف کرد و روند دگرگونی آن به چیزی دیگر را آغاز نمود. حملات 11 سپتامبر نیز به عنوان یک نقطه عطف دیگر در این روند شناسایی می‌شود و عنکبوت فاشیسم بین‌المللی پس از جنگ به عنوان طراح اصلی جنگ با ترور که از همان روز آغاز شد افشا می‌گردد. در این بخش این پرسش مطرح می‌شود که آیا آمریکا می‌تواند خود و جهان را از چنگال این هیولای مجتمع نظامی صنعتی اطلاعاتی نجات دهد یا نه؟
برای پاسخ به این پرسش نگاهی به آنچه که در وهله نخست آمریکا را بزرگ کرد انداخته می شود، با تمرکز بر چشمانداز دهه 30 میلادی از دنیای فردا. معماری آمریکایی متجلی در این چشمانداز از جمله آثار فرانک لوید رایت و هیو فریس با جهانبینی معمار هیتلر آلبرت شپیر مقایسه می شود و این فوتوریسم آمریکایی در برابر فوتوریسم ایتالیایی که با فاشیسم موسولینی هم پیمان شده بود قرار می گیرد. با این حال سرنوشت کسانی چون نیکولا تسلا، جک پارسونز و جی رابرت اوپنهایمر نشان می دهد که نبوغ علمی پرومتئی و رویاهای فوتوریستی در آمریکا چگونه با آزار، به حاشیه رانده شدن، طرد و فقر اجباری مواجه شدند. سرنوشت این مردان در یک جامعه لیبرال دموکرات سرمایه‌دارانه، دیدگاه لیبرتاریان آین رند درباره تمدن گسسته در کتاب اطلس شانه خالی نمی‌کند را به چالش می‌کشد و در عوض از لزوم میزانی از قدرت دولت بر اقتصاد و صنعت دفاع می‌کند. قدرتی که در خدمت نبوغ پرومتئی قرار گیرد و نوید دگرگونی بنیادین جامعه را تحقق بخشد، بی آنکه ضرورتاً به حذف کسب و کار خصوصی بیانجامد. بخش سوم و پایانی این فصل پرده از طرح‌های تمدن گسسته برمی‌دارد، طرح‌هایی که هدفشان نابودی جوامع صنعتی پیشرفته و جایگزینی آنها با نظامی نیمه فئودالی و نوسنت‌گرایانه در سطح جهانی است. ابزارهای این پروژه شامل بیماری‌های همه‌گیر مهندسی شده ژنتیکی همچون کووید 19 و به کارگیری سلاح‌های اسکالر برای ایجاد فوران‌های آتشفشانی، زلزله‌های مصنوعی و سونامی‌های همراه آنها می شود. همچنین فناوری‌های هدایت شده برای ایجاد تغییرات آب و هوایی و دستکاری جوی به منظور تشدید و تسریع فاجعه‌های اقلیمی از جمله ابرطوفان‌ها، سیلاب‌ها، آتش‌سوزی‌های گسترده، قحطی‌ها و خشکسالی‌هاست. با این حال همه اینها صرفاً ابزارهایی برای آماده‌سازی صحنه یا ایجاد بستری روانی برای اجرای کامل یک عملیات جنگ روانی بلند مدت هستند. نویسنده مفهوم محوری این عملیات را با عنوانی معرفی می کند که می توان آن را گسست ویرانگر در نبرد جهانبینی ها یا پیشروی در فروپاشی تفکر در جنگ دیدگاه ها ترجمه کرد. این عملیات در پرتو اندیشه های جورج اورول، فریدریش نیچه، مارتین هایدگر، فیلیپ کی دیک و هراکلیتوس تحلیل می شود. اندیشمندانی که هر یک بینش های ژرفی درباره نوعی اسارت اگزیستانسیال یک جامعه کامل ارائه دادند. تمدن گسسته یا breakaway civilization در پی آن است که با این اسارت مصنوعی بشریت را به عقب براند تا از رویارویی با چالش سیاره‌ای تکینگی فناورانه بگریزد. فصل 5، بخش 1، تمدن گسسته. اصطلاح تمدن گسسته یا breakaway civilization را ریچارد دولان ابداع کرده است تا نظریه‌ای جایگزین درباره پدیده اشیاء پرنده ناشناس یا همان یوفوها ارائه دهد. به جای این فرض رایج که تمام یوفوها فضاپیماهای میان سیاره‌ای یا بازدید کنندگانی از بعدی دیگر هستند، دولان پیشنهاد می‌کند که ممکن است برخی از این یوفوها در واقع متعلق به تمدنی پنهان و زمینی باشند، تمدنی که توسط نخبگان علمی و سیاسی صاحب بینش شکل گرفته است، نخبگانی که از چندین کشور و فرهنگ مختلف گسسته و جدا شده‌اند تا جامعه‌ای سری و پنهان بنا کنند که آنقدر در صنعت و زیرساخت گسترده و آنقدر در جهانبینی متمایز باشد که بتوان آن را یک تمدن نوین به شمار آورد. دولان چنین فرض می‌کند که دستاوردهای علمی بسیار محرمانه و نوآوری‌های فناورانه رادیکال موجب چنان دگرگونی در درک جهان و چنین بیگانگی شدیدی نسبت به جوامع مادر شده‌اند که افراد مطلع از این امور آن جوامع را ناتوان از پذیرش این کشفیات می‌دانند و تصمیم به جدایی کامل می‌گیرند. با گسترش این جامعه مخفی در شهرهای زیرزمینی و زیرآبی عظیم بر روی زمین و همچنین پایگاه‌های نظامی صنعتی بر کره ماه و مریخ و آغاز استخراج منابع از سیارک‌ها، آنان صنعتی کاملا مستقل از هر ملت زمینی ایجاد کردند.
احتمال دارد که ایده تمدن گسسته نخستین بار از طریق یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی در سال 1977 به ذهن دولان رسیده باشد. این برنامه تخیلی که با نام آلترناتیو 3 پخش شد، خود را به صورت یک گزارش مستند علمی جلوه می‌داد. داستان این فیلم با ناپدید شدن چندین دانشمند برجسته از رشته‌های مختلف آغاز می‌شود. روزنامه‌نگارانی که در حال بررسی این ناپدید شدن‌ها هستند، با یک فضانورد سابق آپولو مصاحبه می‌کنند که دچار فروپاشی روانی شده است. این فضانورد پس از مست شدن اعتراف می‌کند که او و همکارانش زمانی که متوجه شدند اولین انسان‌هایی نیستند که به ماه قدم گذاشتند، دچار ناامیدی عمیقی شدند. در ادامه برنامه ساینس ریپورت فیلم‌های قدیمی از یک مأموریت مشترک میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به مریخ را کشف و پخش می‌کند. در این فیلم مطرح می‌شود که دانشمندان ناپدید شده اکنون ساکن تمدن بین سیاره‌ای در حال شکل‌گیری‌اند، نوعی سفینه نجات بشریت که به طور محرمانه توسط نخبگانی ساخته می‌شود که آینده زمین را آکنده از فروپاشی اقلیمی، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های دیگر پیش بینی کردند. شیوهی که برنامه آلترناتیو 3 پخش شد به گونه‌ای که بسیاری آن را با یک مستند خبری واقعی اشتباه گرفتند، بی تردید ادای احترامی بود به اقتباس رادیویی اورسون ولز از جنگ دنیاها 1897 اثر اچ.جی. ولز که در سال 1938 پخش شد. اما ممکن است این شباهت فقط ادای احترام نبوده باشد. احتمال دارد هدف اصلی این بوده که با افزودن اندکی حقیقت به روایتی داستانی که به عنوان واقعیت تلقی می شود، اطلاعاتی خاص را به طور ضمنی افشا کنند تا واکنش بخشی از عموم مردم را بسنجند. هنوز هم کسانی هستند که معتقدند آلترناتیو 3 نوعی بازی با موضوع افشاگری حقیقت پشت پرده یوفوها بوده است، همانطور که برخی سیاستگزاران هنوز هم به پخش رادیویی جنگ دنیاها به عنوان شاهدی ارجاع می‌دهند مبنی بر اینکه در صورت اعلام رسمی حضور موجودات بیگانه خصمانه در اطراف زمین یا خود زمین، عموم مردم دچار وحشتی گسترده خواهند شد. در حالی که داستان جنگ دنیاها درباره رویارویی با بیگانگان متخاصم است، اچ.جی. ولز همچنین رمانی نوشت که پیرامون مفهوم تمدن انشعابی می‌چرخد، هرچند خودش از این اصطلاح استفاده نکرد. ولز در سال 1933 رمان The Shape of the Things to Come را نوشت و در سال 1936 این اثر به فیلم حماسی Things to Come اقتباس شد. این کتاب و فیلم به شکل قابل توجهی وقوع یک جنگ جهانی دیگر را پیش بینی می کند. جنگی که در آن از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده خواهد شد. در جریان این جنگ آخرالزمانی، گروهی از هوانوردان که دارای تخصصی بالا در مهندسی و فنسالاری هستند و نگاه بی‌پروای علمی به سازماندهی جامعه دارند، از ملت‌هایی که قرار است برایشان بجنگند جدا می‌شوند. آنها با مستقر شدن در بغداد تمدنی انشعابی بنا می‌نهند، در حالی که باقی سیاره در پی جنگ به بربریت سقوط می‌کند. خیلی پیش از آن که مدمکس ساخته شود، ولز جهانی را تصور می‌کند که در آن بربرهای آینده باقی مانده‌هایی از فناوری مدرن را در اختیار دارند و از آنها به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. در همین حین هوانوردان که در شهرهای زیرزمینی پیشرفته که الگوهایی برای کلان شهرهای آینده هستند پنهان شده‌اند. پس از آنکه یکی از فرستادگانشان گروگان گرفته می شود، آنها آماده تسخیر زمین می شوند. هواگردهای شگفت‌انگیزشان را در آسمان ظاهر می کنند و بمب‌هایی از گاز صلح می ریزند تا سلطه مستبدان کوچک را پایان دهند و عصر جهان فردا را آغاز کنند. جامعه سیاره‌ای آینده نگرانه‌ای که هوانوردان بنا می‌نهند، پیشنمایشی داستانی از نوعی دیکتاتوری علمی است که اچ.جی. ولز بعدها آشکارا در رساله‌های غیر داستانی چون نظم نوین جهانی 1940 The New World Order و آخرین کتابش 1945 به نام ذهن به آخر خط رسیده Mind at the End of its Tether از آن دفاع می‌کند.
در واقع همین ولز بود که اصطلاح نظم نوین جهانی را وارد گفتمان عمومی کرد به عنوان توصیفی از چشماندازش برای یک حکومت جهانی که وقف ارتقای روح پرومتئی پژوهش علمی و توسعه فناورانه شده، در حالی که همزمان از آنچه او گرانبهاترین جنبه‌های انسانیت می‌دانست در برابر مخاطرات ذاتی این تلاش‌های جسورانه محافظت می‌کند. عنوان آخرین اثرش یعنی ذهن به آخر خط رسیده است به درستی انتخاب شده، چرا که با مشاهده ظهور بمب اتم ولز خود را وادار می‌بیند که در مرزهای توان ذهن انسان بیندیشد و آینده غیر انسانی را برای بشریت تصور می‌کند، مگر آنکه یک دگرگونی روانی و اجتماعی انقلابی انسانها را آنقدر اخلاقی کند که بتوانند پیشرفت‌های فناورانه بیشتر را تاب آورند، بی آنکه خود و سیاره‌شان را نابود سازند. در راستای روایت آلترناتیو 3 چنین دغدغه‌هایی می‌تواند انگیزه کافی برای نخبگان آینده‌نگر فراهم کند تا به شکلی پنهانی تمدنی انشعابی بسازند که بتواند در آینده زمین ویران شده را در راستای آرمان شهری که در مقیاسی جنینی پرورش داده شده بازپس گیرند. پس از The Shape of the Things to Come، دومین تجلی ادبی مفهوم تمدن انشعابی در رمان مشهور سال 1957 آین رند دیده می شود. اطلس شانه خالی نمی کند. در مواجهه با حکومتی که روز به روز ناکارآمدتر و سوسیالیستی تر می شود و در نام مردم همه صنایع را ملی می سازد، گروهی از صنعتگران، مخترعان، هنرمندان و فیلسوفان برجسته دعوت مردی اسرارآمیز به نام جان گالت را می پذیرند و از جامعه جدا می شوند. گالت آنها را به آتلانتیس یا دره گالت دعوت می کند، جامعه‌ای پنهان بر پایه پاداش دادن به شایستگی و نبوغ فردی، نه واداشتن نخبگان به خدمت رسانی بیچشم داشت به توده‌های بیفکر و ناکارآمد. دیدگاه رند از حیث نگاه خشمالود و تحقیرآمیزش به توده‌ها از ولز نیز فراتر می‌رود. اگر در Things to Come هوانوردان از فاجعه جنگ به مثابه فرصتی برای ساختن آینده بهتر بهره می‌گیرند، در اطلس شراگ نابودی عمدی جامعه متمدن توسط درخشان‌ترین و شجاع‌ترین اعضایش ترویج می‌شود، کسانی که آن را ترک می‌کنند و به آتلانتیس می‌پیوندند. شخصیت‌هایی چون فرانسیس دنکونیا، الیس وایت و در نهایت هنری ریردن، مغز متفکر فولادسازی، به سان اطلس‌هایی‌اند که جهانی را بر دوش می‌کشند که لیاقت آنان را ندارد. گالت آنان را تشویق می‌کند تا هنگام ترک جامعه صنایع خود را نابود سازند، نوعی انفصال ویرانگر که هدفش آگاه ساختن توده‌های سوسیالیست از این واقعیت است که آنان چیزی جز انگل نیستند و این همان شانه خالی کردن اطلس است که عنوان رمان به آن اشاره دارد. البته آین رند نخستین فیلسوفی نبود که از آتلانتیس افلاطون به عنوان استعاره‌ای برای یک تمدن آرمانی انشعابی بهره گرفت. این تمایز در واقع به سر فرانسیس بیکن تعلق دارد. داستان علمی تخیلی او یعنی آتلانتیس نو که در سال 1627 و پس از مرگش منتشر شد، ناتمام باقی ماند. گروهی از انسان‌ها پس از شکست شدن کشتیشان به جزیره‌ای ناشناخته می‌رسند و در می‌یابند که این جزیره میزبان تمدنی پنهان و به شکلی خارق‌العاده پیشرفته است. این تمدن بر پایه اصول علمی سازمان یافته و حاکمان فیلسوف مسلک آن نمایندگانی را با هویت جعلی به سراسر جهان فرستاده‌اند تا اختراعات و اکتشافات فرهنگ‌های گوناگون را گردآوری کنند. به بیان دیگر، در آتلانتیس نوع بیکن ما با تمدنی انشعابی یا بریک‌اوی سیویلیزیشن روبرو هستیم که به طور پنهانی در تمامی تمدن‌های شناخته شده نفوذ کرده و دستاوردهای علمی و فناوری آنان را استخراج می کند. مطالعه این ابداعات در آن جزیره مخفی همراه با ارزیابی تأثیرات اجتماعی آنها بنیانی می سازد برای پیشرفت هایی که در نهایت به ساخت آسمان خراش ها، یخسازی مصنوعی، زیردریایی، وسایل پرنده، دستکاری های استادانه نور و صدا و نوآوری های دیگر می انجامد و این پرسش را پیش می کشد که چگونه بیکن توانسته بود تا این اندازه فراتر از زمان خود را ببیند.
البته سر بیکن عضو کالج نامرئی بود، جامعه‌ای مخفی از مردان دانشمند و متفکران فلسفی که بعدها به هسته مرکز انجمن سلطنتی لندن تبدیل شدند. اصطلاح کالج نامرئی یا اینویزیبل کالج نخستین بار در رساله‌های رازآلود آلمانی مربوط به انجمن روزیکروشن در اوایل قرن 17 ذکر شده است. اعضای این انجمن برادری یا فرقه صلیب گل سرخ به دلیل عملکرد مخفیانه و استفاده از هویت‌های جعلی به نامرئی‌ها نیز شهرت داشتند. آنها با نام دیگری هم شناخته می‌شدند: ایلومیناتی، روشن‌ضمیرانی که در پی برافروختن عصر روشنگری بودند. در حالی که رایج است باور کنیم که ایلومیناتی سازمانی است که در سال 1776 توسط آدام وایسهاپ در باواریا بنیانگذاری شد، اما این واژه پیشتر در همان قرن 17 همزمان با نامرئی‌ها برای توصیف مبتدیان روزیکروشن به کار می‌رفت. این افراد با حمایت فردریک کبیر پروس که گاه با بارباروسا نیز همزاد پنداری می شود، در حال پیشبرد یک جنگ پنهانی و عرفانی علیه کلیسای کاتولیک بودند، جنگی در راستای یک اصلاح بزرگ و جهانی. در عرض چند دهه پس از اعلام تشکیل ایلومیناتی باواریایی، دولت پروس با همان رایش دوم آلمان تلاش‌های جدی برای استعمار قاره آمریکا آغاز کرد. شاید معمولاً از آلمان به عنوان یک قدرت استعمارگر در جهان جدید یاد نشود، اما آلمانی‌ها خود را رقیبی جدی در تلاش برای انتقال فرهنگ خود به آمریکای شمالی و به ویژه آمریکای جنوبی برای اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها می‌دانستند. این استعمار به قدری گسترده بود که تا زمان اعلام جنگ ایالات متحده علیه آلمان، 1/4 جمعیت آمریکای شمالی از تبار آلمانی بودند. تگزاس به طور خاص دارای تراکم بالایی از ساکنان آلمانی تبار بود. در سوی دیگر، در آمریکای جنوبی مستعمرات بزرگ آلمانی در پاراگوئه، جنوب برزیل و به ویژه آرژانتین تأسیس شدند. از سال 1862 تا 1888 رایش دوم آلمان تلاش‌های گسترده‌ای برای استخراج منابع از آمریکای جنوبی آغاز کرد. بیشتر مهاجرت‌های آلمانی‌ها به آرژانتین بین سال‌های 1871 تا 1914 انجام شد که شامل خرید 15,000 جریب زمین در نزدیکی سن کارلوس د باریوچه در سال 1901 میشد. این منطقه بعدها پس از جنگ جهانی دوم به یکی از پناهگاه‌های اصلی نازی‌های فراری تبدیل شد. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که با وجود آنکه بخش زیادی از این استعمار تحت نظارت دولت پروس انجام میشد، اما در میانه قرن 19 هنوز آلمان به عنوان یک کشور واحد شکل نگرفته بود و بسیاری از صنعتگران آلمانی خارج از قلمرو پروس نیز در این پروژه مشارکت داشتند. این شامل آلمانی‌های اتریشی، آلمانی‌های سوئیسی و دیگران میشد. حتی خود باواریا، محل پایگذاری ایلومیناتی، بخشی از پروس نبود. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا قدرتمندترین سازمانی که مسئولیت پیشبرد استعمار آلمان در قاره آمریکا را بر عهده داشت، یک گروه خصوصی بود، نه یک نهاد دولتی. این گروه با نام اختصاری NJMZA با تلفظ نیمزا شناخته می‌شد که مخفف ناسیونالیستیشه یاک لوکزوگ ماشینن سالونگسام، یعنی اداره ملی پرداخت برای ماشین‌های پرنده تعقیبگر، یا به بیانی ساده‌تر دفتر بودجه ملی گرایانه برای هواپیماهای اکتشافی بود. در این عنوان یاکت فلوگزوگ به معنی هواپیمای شکاری است، اما واژه یاکت در آلمانی به معنای شکار یا تعقیب نیز هست که اشاره مهمی به ماهیت اکتشافی یا پیجویانه این گروه دارد، موضوعی که بعداً بیشتر بررسی خواهد شد. ماشینن طبیعتاً به ماشین‌ها اشاره دارد، اما در اینجا منظور همون کشتی‌های هوایی است و زالونگسامت هم به معنای دفتر پرداخت یا آنچه امروزه در پروژه‌های مخفی بودجه‌ای به عنوان دفتر برنامه‌ریزی مالی شناخته می‌شود. کشتی‌های هوایی متعلق به این گروه ملی‌گرای آلمانی که در مسیر ایجاد یک آلمان فراملی در قاره آمریکا بودند، در سال 1868 در شیلی، در 1880 در ونزوئلا
ونزوئلا و در 1897 در تگزاس توسط افراد مختلفی مشاهده شدند. این کشتی‌های اولیه هوایی نه زپلین‌های ابتدایی بودند، نه بالون‌های معمولی یا هواپیماهای سبک آن دوره، بلکه دستگاه‌هایی بودند که در آن زمان حتی در آثار تخیلی نویسندگانی چون ژول ورن نیز به ندرت میشد چیزی مشابه آنها یافت. مهاجر آلمانی به نام چارلز دلشا که در این پروژه مشارکت داشت، شرح‌هایی از ساخت این وسایل پرنده در دهه 1850 در سونورای کالیفرنیا ارائه داده است. نقاشی‌های او وسایلی را به تصویر می‌کشند که دارای چرخ‌هایی درون چرخ‌های دیگر هستند، تصاویری که تداعیگر وسایلی فرشتگون در کتاب حزقیال نبی است. ظاهراً مهندس اصلی این پروژه فردی به نام پیتر منس بوده که به سیستم سوخت‌رسانی این کشتی‌های شناور تسلط داشته است. این کشتی‌های هوایی گاهی اوقات در مزارع مردم فرود می‌آمدند تا آذوقه خود را تامین کنند. در یک مورد خدمه یکی از این کشتی‌ها به یک کشاورز پیشنهاد داد که او را با سرعت بالا از تگزاس تا آمریکای جنوبی ببرد و دوباره بازگرداند. در موردی دیگر، وقتی یکی از ساکنین از منبع این کشتی‌های هوایی پرسید، یکی از افراد حاضر در آن پاسخ داد که این فناوری توسط گروهی از سرمایه‌گذاران نیویورکی توسعه یافته و به زودی سهام شرکت آنها به صورت عمومی در بازار بورس عرضه خواهد شد. سرمایه‌گذار اصلی نیویورکی که در این پروژه نقش داشت، ژان پیر پونت مورگن بود، بنیانگذار بانک چیس منهتن. نام چیس یا همان شکار یادآور عبارت پرواز شکاری یا هانتینگ فلاینگ در توصیف پروژه کشتی هوایی است. بانک چیس که در همکاری با جان راکفلر تأسیس شد، بعدها به مهمترین نهاد مالی آمریکایی بدل گشت که ظهور فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان را تامین مالی می‌کرد. در دهه 1970 مارتین بورمان که چندین بار مرگش را جعل کرده بود، هنوز می‌توانست چک‌هایی را به نام خود امضا کرده و از حسابش در بانک چیس در آرژانتین نقد کند، جایی که مشغول برنامه‌ریزی برای رایش چهارم بود. نشان بانک چیس تا به امروز یک صلیب شکسته استیلیزه شده باقی مانده است. جی پی مورگن همچنین سرمایه‌گذار اصلی تحقیقات نیکولا تسلا در زمینه سیستم بیسیم جهانی بود، سامانه‌ای برای پخش آزادانه انرژی بدون نیاز به خطوط انتقال برق. مورگان حق اختراع این فناوری را خرید و سپس آن را پنهان کرد. بودجه پروژه تسلا و برج واردن کلیف در لانگ آیلند که قرار بود نخستین ایستگاه انتقال جهانی انرژی بیسیم باشد را نیز قطع کرد. تسلا در سال 1899 در مجموعه‌ای از آزمایش‌ها در کلرادو و سپرینگز توانایی این فناوری را به نمایش گذاشته بود. طرح‌های مفهومی او از سیستم بیسیم جهانی شامل تصاویری از کشتی‌های هوایی براق بود که در آسمان پرواز می‌کردند و با این فناوری نیرو می‌گرفتند. با توجه به نقش مورگن به عنوان سرمایه‌گذار اصلی پروژه نیمزا، چندان دور از ذهن نیست ادعای اینکه هدف او یا به دست آوردن این سیستم برای استفاده انحصاری شرکای آلمانیش بود یا جلوگیری از توسعه عمومی فناوری که نیمزا پیشتر به طور مستقل و مخفیانه توسعه داده بود. از سوی دیگر، راکفلر شریک تجاری مورگن در بانک چیس بود و شرکت استاندارد اکسان یا به قول معروف ایول متعلق به راکفلر یکی از پیشگامان توسعه انرژی مبتنی بر نفت به شمار می رفت. برخلاف سیستم انرژی بیسیم تسلا که عملاً انرژی رایگان تولید می کرد، شرکت راکفلر و همپیمانانش با ایجاد یک اقتصاد و صنعت جهانی وابسته به نفت سود عظیمی به دست می آوردند. مورگن و راکفلر تنها سرمایه‌گذاران آمریکایی ظهور فاشیسم و نازیسم نبودند. هنری فورد تانک‌های هیتلر را برایش ساخت. شرکت آی بی ام نیز فناوری کارت پانچ را در اختیار رایش سوم قرار داد، همان فناوری که برای پردازش کارآمد اطلاعات مربوط به افراد در اردوگاه‌های کار اجباری به کار گرفته شد. در سال 1945 پس از پایان جنگ، تحلیل اسناد به دست آمده توسط نیروهای متفقین نشان داد که زیر مجموعه آلمانی آی بی ام به نام دهوماگ دست کم 10 سال از شرکت مادر آمریکایی در زمینه پژوهش و توسعه رایانه جلوتر بوده است. همین وضعیت در علوم زیستی نیز دیده می شود.
برنامه اصلاح نژاد نازی‌ها یا همان یوجنیکس از برنامه‌های اصلاح نژادی اجرا شده در ایالت‌های مختلف آمریکا در دهه 10 و 20 میلادی الگو برداری شده بود. هیتلر در دهه 30 میلادی آلمان را در این زمینه صرفاً در حال رسیدن به ایالات متحده می‌دید. در نتیجه پروژه کشتی‌های هوایی بودجه بندی شده توسط مورگن در قاره آمریکا که در ابتدا در کالیفرنیا مستقر بود، دارای پیوند تاریخی گسترده‌ای است. از یک سو با پروژه انرژی آزاد نیکولا تسلا و از سوی دیگر با ایده‌های غیبی و اسرارآمیز درباره انرژی اثیری یا همان اتریک انرژی که در قلب محافل مخفی منشأ نازیسم قرار داشتند گره خورده است. مانند تسلا، جامعه ویریل نیز معتقد بود که اثیری یا ایتر نوعی انرژی است که میتوان آن را استخراج کرد و به منبعی بی‌پایان از نیرو تبدیل نمود. در همان اوایل در سال 1871 لرد ادوارد بوور-لیتون در اثر اسرارآمیز خود با عنوان ویریل The Power of the Coming Race از این انرژی نوشته بود. این کتاب وانمود می‌کرد که گزارشی واقعی است از تمدنی مخفی در زیر زمین که با نیروی ویریل تغذیه می‌شود و در حال برنامه‌ریزی برای فتح دنیای سطح است. ویلهلم لی، مهندس موشکی آلمانی و همکار ورنر فون براون در ناسا، مدعی شد که این کتاب الهام بخش تشکیل گروهی به نام وارهایتگزلشافت یا جامعه حقیقت بوده که در جستجوی ویریل بودند. این جامعه ویریل به هسته مرکزی طول گزلشافت یا جامعه طول تبدیل شد. سازمانی که توسط بارون رودولف وان زاپوتندورف در سال 1918 بنیانگذاری شد. جامعه طول به نوبه خود در سال 1920 حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان که بعدها به حزب نازی معروف شد را به عنوان کمیته اقدام سیاسی یا پک تأسیس کرد. هدف از این اقدام مقابله با تهدید فزاینده کمونیسم بود. تهدیدی که جامعه اشرافی و اسرارگرای طوله آن را مانعی در مسیر دستیابی به نیروی ویریل می‌دانست. درست همانطور که پروژه‌های مانند ماجراجویی کشتی‌های هوایی و جستجوی انرژی اثیری پیش از ظهور آلمان نازی آغاز شده بودند و در واقع برای مقاصد خاص خودشان به تقویت و پیشراندن آن پرداختند، این پروژه‌ها پس از سقوط رایش سوم نیز زنده ماندند و در قالب یک تمدن فاشیستی منشعب شده یا breakaway civilization به حیات خود ادامه دادند. در سال 1945 ناقوس نازی و فناوری‌های مرتبط با آن که به شکل بشقاب پرنده ساخته شده بودند و پیشتر در فصل سوم به آنها پرداخته شده بود، توسط اوتو اسکورزنی، رئیس عملیات ویژه SS، ابتدا به اسپانیا و سپس به آرژانتین منتقل شدند. اسکورزنی قصد داشت این فناوری‌ها را در جنگ روانی طولانی مدت علیه ایالات متحده به کار گیرد. نسخه اولیه یادداشت توینینگ شولگن درباره این پدیده به منشأ احتمالی آلمانی این بشقاب پرنده ها اشاره می کند و شایعاتی مبتنی بر هدایت آنها توسط اسپانیایی ها را ثبت کرده است. در همین حال در تابستان 1947 گزارش هایی در روزنامه ها منتشر شد که از موشک های بشقاب مانند خبر می دادند که توسط فرانسیسکو فرانکو از اسپانیا شلیک شده و بر فراز خاک اصلی ایالات متحده پرواز کرده است. اسکورزنی دقیقاً در همین زمان در اسپانیا حضور داشت. بشقاب پرنده هایی که از 1947 به بعد آسمان آمریکای شمالی را پر کردند، در واقع همان سلاح‌های سری نازی ها بودند که از اسپانیا، آرژانتین و یک پایگاه دریایی در قطب جنوب به سوی ایالات متحده پرتاب می‌شدند. لاشه بازیابی شده از حادثه رازول شامل مجموعی از فناوری‌های پیشرفته بود که در آن زمان هنوز در آمریکا اختراع نشده بودند، اما در دهه 40 میلادی در مرزهای فناوری نظامی آلمان قرار داشتند، از جمله دید در شب، کوولار، چسب ولکرو، فلزات میکرو سوراخدار. این فناوری‌ها بیش از حد معمولی‌اند که بتوان آنها را بیگانه یا فضایی دانست. در مورد ادعای حضور موجودات فضایی درون آن پرنده نیز واقعیت تکان دهنده تری مطرح شده است. آنها کودکان شرقی یا آسیایی بودند که از سندروم پروژریا، پیری زودرس رنج می‌بردند و در چارچوب یک برنامه وحشیانه آزمایش انسانی تحت نظارت ژاپن که متحد آلمان نازی بود مورد استفاده قرار گرفته بودند. واحد بدنام ژاپنی به نام واحد 731 در منطقه منچوری دست به اعمالی زده بود که از نظر وحشیگری حتی از آزمایش‌های یوزف مانگلو در آشویتس هم فراتر می‌رفت. احتمالاً دریا سالار کارل دونیتز که پس از
هیتلر برای مدتی رهبری آلمان را به دست گرفت، نقش کلیدی در انتقال دریایی این کودکان از ژاپن به اسپانیا یا محل پرتاب بشقاب پرنده‌ها ایفا کرده بود. پس از ادعای خودکشی آدولف هیتلر در پناهگاهش در 30 آوریل 1945 دریاسالار بزرگ کارل دونیتز به عنوان رئیس جمهور رایش آلمان معرفی شد. اما چرا از میان تمام افراد رئیس نیروی دریایی آلمان برای جانشینی رهبر رایش انتخاب شد؟ زیرا تصمیمی از پیش گرفته شده در میان مقامات بلند پایه رایش وجود داشت، مبنی بر اینکه رهبران اصلی منابع ارزشمند و ذخایر رایش به آلمان برون مرزی منتقل شوند، طرحی که از مدت‌ها پیش در آمریکای لاتین پیریزی شده بود. دونیتز همچنین در هیئت اعزامی آلمان به قطب جنوب در سال 1938 شرکت داشت. در این سفر آلمان منطقه‌ای به نام نویش وابنلند را در سرزمینی که اکنون با عنوان کوین ماد لند شناخته می شود اشغال کرد. او بعدها با افتخار اعلام کرد که نیروی دریایی آلمان برای پیشوای رایش شنگرلا یا بهشت برین نفوذناپذیری در میان یخ‌های مناطق دورافتاده زمین ساخته است. دونیتز در تاریخ 14 می 1945 نظارت بر انتقال یک زیردریایی حامل اورانیوم 235 به ایالات متحده را بر عهده داشت، انتقالی که مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت بمب اتمی لیتل بوی را برای آمریکا فراهم کرد. این همان بمبی بود که در 6 اوت 1945 بر سر هیروشیما انداخته شد. نکته قابل تأمل این که پایگاه نیروی هوایی ارتش آمریکا در رازول نیومکزیکو مبدأ پرتاب هوایی بود که بمب اتمی بر فراز هیروشیما و ناکازاکی انداخت. در سال 1947 که حادثه رازول رخ داد، این پایگاه تنها تأسیسات نظامی شناخته شده در جهان بود که سلاح‌های هسته‌ای را در خود نگه می‌داشت. در حالی که مردم آمریکا از آن بیخبر بودند، مقامات عالی رتبه اطلاعاتی در آمریکا و کشورهای متحد از این واقعیت آگاه بودند که آلمان نازی واقعاً بین سالهای 1944 تا 1945 موفق به توسعه سلاح هسته‌ای شد. حداقل 2 آزمایش هسته‌ای انجام شد. یکی در دریای بالتیک، جایی که خلبانان شاهد درخشش خاص انفجار اتمی و رنگین کمان‌هایی درون قارچ انفجار بودند. دیگری در منطقه اوردروف، جایی که از زندانیان اردوگاه کار اجباری به عنوان قربانیان آزمایش انسانی انفجار هسته‌ای استفاده شد. اما این سلاح‌های اتمی آلمان حاصل برنامه مشهور ورنر هایزنبرگ با سانتریفیوژهای گازی نبودند، بلکه در برنامه‌ای مخفیانه‌تر تحت نظر SS ساخته شده بودند که از فناوری غنیسازی ایزوتوپی با لیزر استفاده می‌کرد. فناوری که برای اولین بار توسط آلمان نازی ابداع شد، در شرایطی که ارتش آلمان در برابر تهاجم متفقین در نورماندی در حال فروپاشی بود. تصمیم گرفته شد که این سلاح‌ها برای حفظ بقای رایش سوم استفاده نشود. در عوض این تسلیحات به صورت محرمانه به متفقین واگذار شد، در قالب یک توافق پنهانی که شامل موارد زیر بود: گذر ایمن برای مقامات عالی رتبه نازی، معافیت از پیگرد قضایی، جذب در مقیاسی گسترده در برنامه‌های علمی و نظامی متفقین. در واقع فناوری سلاح‌های هسته‌ای داوطلبانه توسط SS به آمریکا منتقل شد، زیرا نازی‌ها هنوز فناوری‌های بسیار پیشرفته‌تر و مخرب‌تری در اختیار داشتند، از جمله ناقوس نازی و فناوری بشقاب پرنده‌ها که پیشتر به آنها پرداخته شد. فصل 5 بخش 2: آزادسازی آمریکا از ذهن خار، The Mind Flayer. قانون امنیت ملی سال 1947 اساساً در واکنش به وحشت عمومی از بشقاب پرنده‌ها تصویب شد. این قانون ایالات متحده را از یک جمهوری دموکراتیک به یک دولت امنیت ملی تبدیل کرد، دولتی که توسط یک مجتمع نظامی صنعتی اطلاعاتی غیر پاسخگو اداره می‌شود. نکته عجیب این نیست که چرا این مجتمع از ابتدا توسط نازی‌های ارشد بازسازی نشده، یا اینکه چرا بدون هیچ پشیمانی از گذشته شکل گرفت، بلکه این دقیقاً هدف واقعی پیروزهای جنگ جهانی دوم بود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA که در پی این قانون تأسیس شد، چیزی نبود جز ادغام سازمان اطلاعات جنگی OSS با شبکه اطلاعاتی نازی‌ها به رهبری راینهارد گیلن در اروپای شرقی. این
شبکه دارایی استراتژیکی برای آمریکا در نبرد با اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشد. نیمی از اعضای بنیانگذار سیا نازیهای سازمان گیلن بودند. همزمان در قالب عملیات گیره کاغذ آپریشن پیپر کلیپ هزاران دانشمند نازی به قلب ساختار نظامی صنعتی آمریکا منتقل شدند. از جمله سربان اس ورنر فان براون که با بهره‌گیری از بردگان درون کوه‌ها موشک‌های V2 را برای بمباران شهرهای غیر نظامی می‌ساخت. بعدها رئیس علمی ناسا شد. تیم او در پروژه آپولو برای فرستادن فضانوردان به ماه عمدتاً شامل نازی‌های عالی رتبه مانند کورت دبس و هوبرتوس استراگول بود. تاریخ برخی از مأموریت‌های ناسا نیز بر اساس تعطیلات رسمی آلمان نازی تنظیم شده بود، از جمله 20 آوریل تولد آدولف هیتلر. این اتصال نازی در واقع در سال 1947 آمریکا را به طور مخفیانه تسخیر کرد از طریق مجتمعی غیر منتخب، نظامی، صنعتی، اطلاعاتی، همان نهادی که رئیس جمهور آیزنهاور در پایان دوره‌اش تلاش کرد در موردش به مردم آمریکا هشدار دهد. او همچنین هشداری صریح‌تر و شخصی به جان اف کندی رئیس جمهور بعدی داده بود، هشداری که در نهایت بی‌نتیجه ماند. آمریکا تنها کشوری نبود که در تارعنکبوت نازی‌ها پس از جنگ جهانی دوم گرفتار شد. سازمانی به نام عنکبوت که همچنین با عنوان اختصاری اودسا شناخته می‌شود، مخفف آلمانی سازمان افسران سابق SS یا Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen، شبکه‌ای قدرتمند از نازی‌های فراری بود که فعالیت خود را در خاورمیانه مسلمان نشین گسترش داد، از ایران تا سوریه و مصر. این شبکه با همدستی نازی‌های نفوذی در سازمان CIA آمریکا عملیات‌های کلیدی را طراحی کرد، از جمله کودتای 1332 در ایران یا همان 1953 که شاه محمد رضا پهلوی را به قدرت بازگرداند، تأمین و ساخت موشک‌های بالستیک برای جمال عبدالناصر در مصر که بر اساس فناوری موشک V2 آلمان نازی بود. افزون بر این ایدئولوژی بحث در دنیای عرب که رنگ‌های سرخ، سفید و سیاه پرچم رایج آلمان را برای پرچم کشورهای پذیرنده‌اش مانند عراق و مصر انتخاب کرد که تا به امروز در سوریه نیز باقی مانده است. در نهایت همین شبکه نازی‌ها در خاورمیانه در همدستی با عوامل نازی درون ساختار قدرت ایالات متحده طراح و مجری اصلی حملات 11 سپتامبر 2001 بودند. قراردادهای فروش بر روی سهام شرکت‌های هواپیمایی یونایتد ایرلاینز و امریکن ایرلاینز تا دویچه بانک یعنی بانک ملی آلمان ردیابی شدند. این قراردادها درست پیش از حملات 11 سپتامبر بسته شده بودند و روی کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها شرط بسته شده بود. اما رسانه‌های جریان اصلی به سرعت پوشش خبری این موضوع را متوقف کردند. این گمان مطرح شد که افرادی با اطلاعات قبلی از حملات قصد سود مالی داشتند. یکی از شخصیت‌های کلیدی در این ماجرا آلوین برنارد کرونگارد بود، معروف به بازی، یک آلمانی آمریکایی که تنها 6 ماه پیش از حملات 11 سپتامبر به سمت مدیر اجرایی CIA منصوب شد. او پیش از آن رئیس شرکت تابع دویچه بانک بود، همان شرکتی که این معاملات مشکوک از طریق آن انجام میشد. همچنین جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، پسر جورج هربرت واکر بوش است، رئیس پیشین CIA که خود از تبار آلمانی آمریکایی بود. پدر او یعنی پرسکات بوش یکی از سرمایه‌گذاران و حامیان مالی مورد اعتماد هیتلر در ایالات متحده محسوب میشد. حملات 11 سپتامبر تقریباً 10 سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، تا زمانی که نازی‌های نفوذی در ساختار نظامی صنعتی اطلاعاتی آمریکا مشغول مبارزه با دشمن اصلی خود یعنی کمونیسم شوروی بودند، همکاری با سرمایه‌داران آمریکایی را تحمل می‌کردند. اما پس از سال 1991 که به طور معناداری همان سال جنگ خلیج فارس به رهبری جورج بوش پدر نیز بود، تمرکز تمدن فاشیستی جدا شده یا breakaway civilization به فروپاشی ایالات متحده آمریکا تغییر یافت. این فروپاشی قرار بود از طریق گرفتار کردن آمریکا در جنگ فرسایشی در جهان اسلام رقم بخورد. دقیقاً شبیه به آنچه شوروی را از درون تهی کرد. اشغال افغانستان از 1979 تا 1989، سالی که دیوار برلین فرو ریخت.
این جنگ جهانی علیه تروریسم به رهبری آمریکا در نهایت باعث موج عظیمی از مهاجرت مسلمانان به آلمان متحد شده و دیگر کشورهای اروپایی شد، موجی که در آنجا و سایر نقاط اروپا به عنوان محرک یک واکنش فاشیستی عمل کرد. در دل این سناریو شبکه عنکبوتی طرحی داشت برای پیشبرد رایش چهارم از طریق یک اتحاد تازه در شرق اروپا که به آن اینترماریوم میگویند. اشاره‌ای به منطقه‌ای که بین دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک امتداد دارد. ستون فقرات این اتحاد ملی‌گرایان غرب اوکراین هستند، جایی که تیپ آزوف که در برابر روسیه پوتین مقاومت می‌کند، نماد خورشید سیاه نازی را بر روی نسخه‌ای از پرچم اوکراین خود نصب کرده‌اند. به گفته بسیاری از باستانشناسان و زبانشناسان، منطقه‌ای که از اوکراین تا قفقاز در امتداد ساحل شمال شرقی دریای سیاه گسترده است، به عنوان مهد نژاد هندواروپایی یا آریایی شناخته می‌شود. این منطقه جنوب شرقی پایه ایدئولوژیک و فرهنگی طرح اینترماریوم محسوب می شود. غرب اوکراینی ها که بیشتر به زبان روسی صحبت می کردند اما به شدت ضد کمونیست بودند، در زمان جنگ جهانی دوم نیروی پیشتاز ارتش آلمان نازی در عملیات بارباروسا برای تصرف روسیه بودند. پس از جنگ این اوکراینی ها به عنوان دارایی‌های ارزشمند در شبکه جاسوسی شرق اروپا به رهبری راینهارد گیلن در دستگاه اطلاعاتی نازی ها باقی ماندند، شبکه‌ای که با سازمان OSS آمریکا ادغام شد تا CIA را تشکیل دهد. اودسا نام دیگر شبکه عنکبوت و همچنین نام شهری در اوکراین است. این پیوند میان شهر اودسا، اوکراین و اودسا به عنوان شبکه فرار افسران SS پس از جنگ جهانی دوم در فصل سوم سریال توین پیکس به کارگردانی دیوید لینچ به گونه‌ای اسرارآمیز و نمادین بازتاب داده شده است. در این سریال لورا پالمر در شهری به نام اودسا در تگزاس زندگی می‌کند. نامش تغییر داده شده و حتی هویت واقعیش را به یاد نمی‌آورد، زیرا این هویت بیش از حد وحشتناک و دردناک است. این تصویر اشاره‌ای نمادین است به فراریان سازمان اودسا که با هویت‌های جعلی زندگی می‌کردند و حتی فرزندانشان در بسیاری موارد از حقیقت گذشته و ریشه خانوادگیشان بیخبر بودند. نقش و نگار کف خانه سیاه یا بلک لاج در سریال به شکل نماد رعد دوتایی یا SS طراحی شده، در ترکیب با پرده‌های سرخ جهنمی آن مکان فراواقعی یادآور نمادهای نازیسم پنهان و عرفانی است. اسوتریک ناتسیزم. دیوید بووی نیز در این فصل از طریق دستگاهی شبیه به ناقوس نازی که با سفرهای فضایی مرتبط است صحبت می‌کند. خود بووی در دهه 70 به طور بحث برانگیزی برای مدتی خود را یک فاشیست معرفی کرده بود. عنکبوت همچنین از نظر باطنی و رمزگونه در سریال علمی تخیلی و ترسناک Stranger Things ساخته برادران دافر نیز نقش محوری دارد. هیولای سیاه رنگی که شهر هاکینز را تهدید می‌کند شبیه یک عنکبوت غول‌پیکر است و گروه بچه‌هایی که برای مقابله با آن دست به کار می‌شوند صراحتاً این موجود را با تهاجم نازی‌ها از یک بعد دیگر مقایسه می‌کنند. آنها این موجود را مایند فلیر می‌نامند. این موجود ذهنها را آلوده می کند و به شکل خزنده و پنهان در زیر زمین پخش می شود، مانند شبکه‌ای از ریشه ها تا جمعیت بیشتر و بیشتری از مردم هاکینز که عمدتاً سفید پوست هستند را در بدن واحد و توسعه یابنده خود جذب و ادغام کند. سریال تلویزیونی دیگری به نام The Man in the High Castle که اقتباس از رمان فیلیپ کی دیک به کارگردانی ریدلی اسکات است، به طور مستقیم به نازی‌هایی می‌پردازد که از یک بعد دیگر حمله می‌کنند. خود فیلیپ کی دیک به شدت نگران تسخیر روان انسان‌ها توسط جهانبینی‌های بیگانه و تحمیلی بود. در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش آشکارا گفت که این نگرانی هسته مرکزی تمام آثارش را تشکیل می‌داده است. او تلاش می‌کرد از افراد حساس و دارای روان‌های پذیرا مثل خودش در برابر چنین تهاجمی محافظت کند، تهاجمی که از سوی افراد سلطه‌جو یا گروه‌های فشاری مثل گروه‌های درمان اعتیاد و الکل می‌توانست تمامیت روانی و معنوی انسان را در هم بشکند. در سریال Stranger Things شخصیت ویل بایرز که هدف حمله مایند فلیر قرار می‌گیرد نمونه دقیقی از همان انسان لطیف، پذیرنده و روح زده است که دیک درباره‌اش نگران بود و خود را همچنین انسانی می‌دانست.
آنچه در واقع هسته اصلی آثاری چون The Man in the High Castle یا مردی در قلعه بلند را شکل می‌دهد، همین مقاومت در برابر این نوع تسخیر روانی وجودی است. در آن رمان از طریق مراقبه‌های مداوم شخصیت تاگومی موفق می‌شود تسلط فرهنگ امپریالیستی و یک دست اطرافش را بر ذهن خود در هم بشکند و به آمریکایی بهتر و جایگزین تخیل و عبور کند. اندیشه مابعد و طبیعی آمریکایی که از سنت‌های اروپایی الهام می‌گیرد اما از آنها هم فراتر می‌رود، در بستر نیو انگلند قرن 19 و در جنبش ترانسندنتالیسم شکل می‌گیرد. مقالات رالف والدو امرسون شفاف‌ترین تبلور این اندیشه‌ها هستند در باب اتکای فرد به خود، رابطه شخصی با امر الوهی و خلاقیت ناب و ناگهانی به مثابه تجلی نیروی آفریننده طبیعت. این ایده‌ها با جسارتی آمریکایی و آیکونوکلاسیک یا همان بت‌شکنانه مواد خامی برگرفته از سنت‌های اروپایی و نیز عرفان‌های ایرانی و هندویی را دگرگون و دگردیسی می‌کنند. طبیعت وحشی و رام نشده نیو انگلند، چنان که در والدن اثر هنری دیوید ترو توصیف شده، نقش حیاتی در شکل‌گیری این کیهان شناسی و روحیه آمریکایی در هم تنیده با آن ایفا می‌کند. شاعر والت ویتمن این نگرش را با اصلاح مابعد و طبیعی دنیای نو نامگذاری کرده. نیو ورلد متافیزیکس. این جنبش در نهایت به خلق نخستین شاهکار بزرگ ادبیات آمریکا انجامید، موبی دیک اثر هرمان ملویل، که روح پرومتوار آن در فصل بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه آمریکا را در فاصله سالهای 1919 تا 1939 بزرگ کرد، چشمانداز دنیای فردا بود. شهرهایی با آسمان خراشهایی که چون موشهایی برافراشته به سوی آسمان سر بر می‌کشیدند و جاه طلبی نخستین و تهاجمی ترین برنامه اصلاح نژادی در جهان برای بازآفرینی مردان و زنانی در هیبت خدایان المپ نشین اما زیباتر و درخشانتر. این معماری و مهندسی اجتماعی تایتانوار بی تردید ریشه در سنت‌های کهن‌تر داشت و از فرهنگ‌های دیگر الهام می‌گرفت، اما برخلاف رنسانس ایتالیایی که به گونه‌ای مؤدبانه و محافظه‌کارانه میراث روم باستان را اقتباس و بازآفرینی کرد، آمریکا این میراث را با بی‌احترامی خلاقانه و جهشی فراگذار جذب کرد. در آثار معمار افسانه‌ای آمریکا فرانک لوید رایت عناصری از سبک‌های مایایی، بابلی، چینی و سایر سنت‌های کهن و رازآلود در هم می‌آمیزند و ترکیبی پدید می‌آورند که نه فقط کلیشه شکن و نامتعارف است، بلکه با شکوه‌تر از پرسپولیس یا پالاتون هیل جلوه می‌کند. در همان دورانی که آلبرت شپر، معمار هیتلر، در تلاش بود نسخه‌ای بزرگ نمایی شده از دنیای کلاسیک را در آلمان نازی بازسازی کند، هیو فریس، طراح بصری متروپولیس آمریکایی و خالق زیبایی شناسی گاتام، از تلاش‌های اولیه‌اش برای پیوند معماری یونانی رومی با مقیاس آسمان خراش فراتر رفت و به پرش‌های مهیب و شفاف رسید. سازه‌های فریس حالت ابتدایی کریستالی دارند، انگار متروپولیس آمریکایی بازتابی اسیری است از جهان گمشده کریپتن. تنها با نگریستن به این طرح‌های معماری میشد درک کرد که دنیای بزرگ مقیاس، آینده نگر و باستانگرایانه فرانک لوید رایت و هیو فریس سرانجام بر پروژه باستانگرایانه فاشیسم اروپایی پیروز خواهد شد، پروژه‌ای که در حسرت و شیفتگی نسبت به ویرانه‌ها گرفتار مانده بود و هرگز توان گذار از آنها را نداشت. مارینتی تنها از آینده گرایی سخن می گفت، اما موسولینی طاقت هضم آن را نداشت. آمریکا آن را عملی کرد. دانشمندان و مخترعان آمریکایی در نسل جک پارسونز، جی رابرت اوپنهایمر و نیکولا تسلا به یک دگرگونی ریشه‌ای در وضعیت انسان از طریق دستاوردهای فناورانه باور داشتند. این پیشگامان آمریکایی هرچند نوابغ علمی بودند و نه نویسنده یا شاعر، اما در معنویت‌گرایی نیز هم پایه نسل پیشین تعالی‌گرایان به شمار می‌رفتند. پارسونز تنها یک دانشمند موشکی نبود، بلکه غیبگرا و آیین‌گرا نیز بود. اوپنهایمر متون سانسکریت را مطالعه می‌کرد و این احساس را داشت که بمب اتم را واقعاً اختراع نکرده، بلکه صرفاً آشکار کننده آن بوده است. تسلا که دوستی نزدیکی با سوامی ویوکاناندا داشت، در نهایت به دنبال آشتی دادن علم غربی و معنویت شرقی بود. سیستم انرژی آزاد و بیسیم او که قرار بود شهرهای ابری لوید و فریس را نیرو بخشد، بر پایه مفاهیمی از سانسکریت همچون پرانا و آکاشا طراحی شده بود.
تسلا مانند بسیاری از مردان بزرگ عصر خود از حامیان سرسخت برنامه اصلاح نژادی آمریکا برای ساخت نژاد برتر بود، سیاستی که تنها بعدها در آلمان پذیرفته و توسعه داده شد. با این حال سرنوشت او غم‌انگیز بود. تسلا، همان کسی که زمانی لقب میلیونر جوان را داشت، در فقر و انزوا جان داد، شکسته شده توسط همان نظام سرمایه‌داری صنعتی که زمانی او را به اوج رسانده بود. پارسونز و اوپنهایمر نیز سرنوشتی چندان بهتر نداشتند. سرنوشت این مردان فرض‌های بنیادین آین رند را به چالش می‌کشید. کسی که در آثاری چون سرچشمه و همچنین اطلس شانه خالی نمی‌کند، استدلال می‌کرد که نبوغ خلاق تایتانوار نه تعهدی به جامعه توده‌ای دارد و نه دولت باید پژوهش‌ها و نوآوری‌های علمی او را یارانه دهد. تصویری که رند از نابغه پرومتئی اطلسوار آمریکایی ترسیم می‌کند، چه معمار مستقل هاوارد وارک باشد و چه صنعتگر نوار هنک ریردن، در روانکاوی و درک جهانبینی فردگرای تایتانگونه تحسین برانگیز است. اما آموزه اصلی که باید از سرکوب فناوری تسلا توسط جی پی مورگان گرفت، در حالی که فرمگیری صنعت انرژی نفت توسط راکفلر رهبری میشد، این است که برخی نوآوری‌های فناورانه چنان تحول اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنند که نیازمند آنند که قدرت دولت برای حفظ پتانسیل مثبتشان به کار گرفته شود. یکی از ویژگی‌های بنیادی نبوغ پرومتئی احساس وظیفه نسبت به بشریت است که در تسلا تا مرز فداکاری نمایان بود. آنچه او نیاز داشت اطلسی بود که آماده باشد با قدرت دولت بر طمع شرکت‌ها غلبه کند. چقدر می‌توانستیم از ویرانی‌های زیست محیطی و جنگ‌های خونین برای کنترل نفت و گاز جلوگیری کنیم اگر دولت آمریکا به جای دفن و نظامی سازی ایده‌های تسلا آنها را عمومی سازی و حمایت می‌کرد. اطلس هرگز شانه خالی نمی‌کند و آتلانتیس لیبرتاریان آین رند آمریکا را دوباره عظیم نخواهد ساخت. به جای آنکه یک تمدن گسسته و منزوی بنا شود، تمدنی که با قساوتی آگاهانه هم از جامعه و هم از دولت روی گردان است، در عوض نابغه‌های دنیای نو باید کودتایی روشنفکرانه رقم بزنند و کنترل دولت ایالات متحده را در دست گیرند تا سیاست‌هایی را به اجرا گذارند که توان بالقوه و مثبت علم و فناوری را در خدمت توانمندسازی انسانیت آزاد سازند. همزمان با پدید آمدن فناوری‌های نوین زیستی که امکان اصلاح نژادی را به مراتب موثرتر از نسخه‌های دهه 20 و 30 میلادی فراهم می‌آورد. این نظام حکمرانی خرد و دانایی باید همچون پاسبانی آگاه در برابر سوءاستفاده‌های هیولاوار از این اختراعات نوظهور پاسداری کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که هشدار اوپنهایمر را جدی بگیریم. آنچه درباره روح تایتانیک آمریکا چشمگیر است، میزان درونی شدن آن توسط بخش قابل توجهی از مردم است، حتی اگر در سطحی ناخودآگاه باشد. در فصل بعد که فصل پایانی است، چندین نمونه از فرهنگ عامه آمریکایی بررسی خواهد شد، جایی که پس از جنگ جهانی دوم پرومته با نام‌های گوناگون در میان کمیک بوک‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها پیوسته حضور یافته است، در حالی که در آلمان نازی بازگشت روح تازه فاس با باز تایید نظام اشراف سالار و سنتگرا همراه بود. در آمریکا پرومته همچون قهرمان طغیان انسان علیه نظم ناعادلانه زئوس ظاهر می شود. در واقع رژیم‌های نازی و فاشیستی اروپا پیش از آن که انقلابی پرومتئی برای نظمی نوین باشند، در پی بازگشت به الگوی المپیایی و خاستگاه‌های باستانی بودند. از سوی دیگر بسیاری از عناصر تکینگی فناورانه ما را تهدید می‌کنند به ظهور نظامی تمامیت‌خواه در سطحی بی‌سابقه. این روندها عملاً نشان می‌دهند که یوتوپیای لیبرتاریان آتلانتیس از نگاه آین رند حتی از راه دور هم قابل تحقق نیست. در تصور رند، نخبگان پس از ترک جامعه نه تنها از آن جدا می شدند، بلکه هیچ دخالتی در آن نمی کردند و هیچ شکل از اجبار یا کنترل را بر آن روا نمی داشتند. اما فناوری هایی چون مهندسی ژنتیک، نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی، رباتیک و انرژی نقطه صفر با همگراییشان در مسیر تکینگی چنان تهدیدی جهانی غیر قابل مهار و نفوذ کننده برای هر فرد انسانی به شمار می آیند که تأمین کوچکترین امنیت یا آزادی فردی در برابرشان مستلزم نظم جهانی با قدرت کنترلی بی‌سابقه خواهد بود، حتی بیش از هر رژیمی در تاریخ بشر.
اطلس هرگز نمیتواند اجازه دهد که شانه‌هایش بلرزند مگر آنکه بخواهد تا انتها پیش برود و تمدنی جدا افتاده بنا کند به بهای بازگرداندن عمدی باقی جهان به عصر بربریت مهندسی شده. اما هیچ چیز دورتر از روح پرومتئی از چنین پروژه‌ای نیست، چرا که پرومته آتش دانش فناورانه را به انسان بخشید تا ما بتوانیم خود نژادی از خدایان نوین شویم، نه آنکه در اطاعت برده‌وار از خدایان کهن به خود بلرزیم. آخرین چیزی که یک پرومته باور میتواند بپذیرد بازگشت تعمدی از پیشرفت علمی فناورانه است و تحمیل نادانی و عقب ماندگی توده ها به شکل مصنوعی. فصل 5 بخش 3 عزیمت ویرانگر. تمدن جدایی طلب یا همان breakaway civilization می تواند و خواهد توانست از روش‌های گوناگون برای تخریب و فروپاشی کنترل شده جوامع صنعتی پیشرفته بهره بگیرد. در زمان نگارش این مطلب یعنی سال 2020 ما پیشاپیش شاهد نخستین نمونه از این روش‌ها هستیم. یک همه‌گیری به طور مصنوعی مهندسی شده. گرچه ویروس کووید 19 در آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان در چین مهندسی شده است، اما سرمایه‌گذاران پژوهش‌های تقویت عمل کرد که به تولید آن منجر شد سرمایه‌داران غربی چون بیل گیتس بودند. هدف اصلی از ایجاد یک همه‌گیری با دوره نهفتگی طولانی و نرخ مرگ و میر پایین، ایجاد یک قرنطینه جهانی طولانی مدت است که بیشترین آسیب را به مناطق شهری متراکم وارد کند. نهادینه سازی فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت مؤثر گرد همایی‌های بزرگ نه تنها برای محدود کردن امکان اعتراضات سیاسی طراحی شده، بلکه با هدف غیر قابل سکونت کردن شهرها و حومه‌های وابسته به آنها صورت گرفته است. اینکه این پاندمی در همان دهه‌ای روی داده که شاهد انقلابی در زمینه رباتیک، چاپ سه‌بعدی نانوفناورانه و توسعه فناوری‌های تحویل با پهپاد هستیم، اتفاقی نیست. این عوامل در کنار دشواری‌های قرنطینه در شهرهای بزرگ، اختلال‌های پی در انواع مختلف کار، از جمله نگرانی‌های جدی درباره آلودگی در کارخانه‌های صنعتی و افزایش چشمگیر تقاضا برای تحویل کالا در منزل، شرایطی بهینه را برای یک بازسازی کامل در ساختار اقتصاد، کار و جامعه ایجاد کردند. هدف اصلی این روند کاهش جمعیت مناطق شهری و حومه‌های متصل به آنهاست تا جای خود را به سکونتگاه‌های منزوی نئوکشاورزی بدهند که با چاپگرهای سه‌بعدی در محل و تحویل کالا توسط پهپادهایی که از صنایع رباتیک سرچشمه می‌گیرند پشتیبانی شوند. روابط اجتماعی به طور فزاینده‌ای به فضای مجازی منتقل خواهند شد، رسانه‌ای که برای نظارت کامل توسط عوامل تمدن جدا افتاده یا breakaway civilization کاملاً مناسب و قابل کنترل است. این برنامه با آگاهی کامل از این واقعیت در حال اجراست که ما از مدت‌ها پیش در انتظار وقوع یک انفجار تاج خورشیدی هستیم، coronal mass ejection. پدیده‌ای که تمامی وسایل الکترونیکی را با پالس‌های الکترومغناطیسی خود نابود خواهد کرد. هدف این است که اکثریت مردم پیش از این رخداد به طور کامل منزوی شده و به اقتصادی خودکار، صنعتی، رباتیک و ارتباطات الکترونیکی در فضای مجازی به عنوان آخرین رشته ارتباطیشان با یکدیگر وابسته شوند. زمانی که این وابستگی تثبیت شد و اغلب شهرها تخلیه گشتند تا دیگر نتوانند به عنوان سنگرهایی برای همبستگی انقلابی عمل کنند، انفجار الکترومغناطیسی خورشید جمعیتی گرسنه و از هم گسیخته را در برابر دستکاری و کنترل کسانی که همچنان به فناوری‌های پیشرفته دسترسی دارند کاملاً بی‌دفاع خواهد کرد. برای جلوگیری از اینکه شهرها دوباره سکونت پذیر و بازپس گرفته شوند، آنها به طور فیزیکی نابود خواهند شد. یکی از سازوکارهای اصلی برای تحقق این هدف، فعالسازی مصنوعی فوران‌های آتشفشانی، زمین لرزه‌ها و سونامی‌های ناشی از آنها خواهد بود. نیکولا تسلا از همان اوایل 1910 فناوری را توسعه داده بود که قادر بود زمین لرزه‌هایی را در امتداد گسل‌ها ایجاد کند.
تمدن جدا شده این توانایی را همراه با دیگر فناوری‌های تسلا به صورت پنهانی در اختیار دارد. آنها قصد دارند از آن برای فعالسازی برخی از خطرناکترین گسل‌های زمین استفاده کنند. تنها 3 یا 4 نمونه را در نظر بگیرید. اولین نمونه گسل جزیره لاپالما در نزدیکی تنگه جبل الطارق است. حرکت‌های تکتونیکی در امتداد این گسل باعث شکاف برداری در آتشفشان کومبریویه‌ها در لاپالما شده و خطر رانش 1/3 حجم کوه به درون اقیانوس اطلس را ایجاد کرده است. فوران آتشفشانی و زلزله‌ای که ناگهان چنین جرمی را به دریا رها کند، سونامی به ارتفاع صدها متر پدید خواهد آورد که طی حدود 9 ساعت از عرض اقیانوس اطلس عبور کرده و کل سواحل شرقی ایالات متحده به همراه آسمان خراش‌های نیویورک را نابود خواهد کرد. مورد دوم منطقه فرورانش کاسکادیا در سواحل پورتلند، سیاتل و ونکوور است. این گسل اقیانوسی در دل اقیانوس آرام مدت هاست که مستعد تولید زلزله‌ای با بزرگی 9 ریشتر است که میتواند سونامی ویرانگر را به سمت نواحی متروپولیتن شمال غربی ایالات متحده و بریتیش کلمبیا در کانادا بفرستد. این ویرانی حتی از آنچه که از زلزله بزرگ در کالیفرنیا انتظار می‌رود نیز شدیدتر خواهد بود. جایی که بدیهی است گسل سن آندریاس نیز میتواند به طور مصنوعی توسط فناوری تسلا فعال شود. در نهایت کالدرای یلوستون را در نظر بگیرید، آتشفشانی در خط گسلی در پارک ملی یلوستون. زلزله‌ای که این ابر آتشفشان را دوباره فعال کند، فورانی فاجعه بار ایجاد خواهد کرد که میتواند نزدیک به 1/3 قاره ایالات متحده و همچنین بخش‌های پرجمعیت کانادا را با خاکستر آتشفشانی بپوشاند. تصور کنید که بازماندگان چنین فاجعه‌ای با چه قحطی عظیمی مواجه خواهند شد. البته راه‌های دیگری نیز برای ایجاد قحطی وجود دارد، از جمله تغییرات آب و هوایی ناگهانی و مهندسی شده. اگر از سلاح‌های انرژی هدایت شده برای شکستن و ذوب سریع صفحات یخی گرینلند و جنوبگان استفاده شود، تغییر ناگهانی در شوری اقیانوس اطلس و بنابراین در چگالی نسبی آب، جریان اقیانوسی شمال اطلس که گرما را به شمال شرقی آمریکا و اروپای غربی میرساند متوقف خواهد شد. در مدت کوتاهی پس از کار افتادن این جریان، طوفان‌های برفی و دیگر پدیده‌های جوی خشن پدیدار خواهند شد، چرا که ناحیه قطبی صدها مایل به سمت جنوب جابجا خواهد شد. پیشرفته ترین مناطق جهان غرب وارد یک عصر یخبندان جدید خواهند شد که کشاورزی را در قلب تولیدات جهانی یعنی آمریکای شمالی نابود می‌کند. با این حال تمام این روش‌های فیزیکی ویرانگری تنها ابزارهایی هستند برای ایجاد بحران‌های همگرا که شرایط را برای تکمیل یک پروژه مهندسی روانی و اجتماعی فراهم می‌کنند. فیلیپ کیدیک به درستی دریافته بود که تمدن فاشیستی جدا شده در اصل در حال انجام جنگی روانی علیه جوامعی است که قصد تسخیر و استعمار آنها را دارد. اما این نوع جنگ روانی بر پایه هستی شناسی و معرفت شناسی انجام می‌شود که روان را به عنوان چیزی مستقل از جهان فیزیکی به رسمیت نمی‌شناسد. به عبارت دیگر، موضوع بر سر این نیست که واقعیتی عینی و فیزیکی وجود دارد که شامل مغز ما نیز می‌شود، بلکه موضوع آن است که جنگ روانی صرفاً به معنای دستکاری وضعیت‌های ذهنی برای تحریف درک و نگرش افراد یا جامعه هدف قرار گیرد. خطرناکترین شکل جنگ روانی و آنچه بیش از همه ذهن فیلیپ کیدیک را به خود مشغول کرده بود، جنگ جهانبینی هاست. جنگی که با این درک صورت می گیرد که تغییر واقعی در جهانبینی یک جامعه در عین حال به معنای دگرگونی در جهان فیزیکی و حتی در قوانین طبیعت نیز هست. همانطور که در رمان 1984 اثر جورج اورول نشان می‌دهد، حتی قوانین منطق و پلیس اندیشه نیز در برابر سطحی از اجبار اجتماعی سیاسی فراگیر که فرد را در سطحی هستی شناسانه اسیر خود می‌کند مسئول نیستند. میتوان فردی را وادار کرد که واقعا باور کند که 2 به علاوه 2 مساوی است با 5. این در اصل تفاوتی ندارد با قانع کردن مردم اسکندریه که فرهنگشان بسیار باسواد و علمی بود به اینکه عهد عتیق حقیقتی مطلق و بیچون و چراست. برای تحقق این گونه تبدیل‌ها نیاز به شکنجه‌های هولناک، سوزاندن کتاب‌هایی مملو از دانش و ایجاد فضایی از آزار و سرکوب شدید بود، اما در نهایت چنین تغییراتی
رخ دادند. افزون بر این، هنگامی که چنین تبدیل‌هایی رخ می‌دهند، می‌توانند معجزاتی پدید آورند که قوانین ظاهری طبیعت را نقض می‌کنند. ممکن است شاهد معلق ماندن قدیسان در هوا باشیم، نشانه‌های زخم بر بدن آنها یعنی استیگماتا، مجسمه‌هایی که خون می‌گریند، رویاها و مشاهدات جمعی از ارتش‌های سوار بر اسب یا صلیب‌هایی در آسمان، یا حضور موجوداتی چون اینکوبای و سایکوبای، شیاطینی که شبها از دل ناخودآگاه سرکوب شده به درون اتاق خوابها یورش میبرند و حضور فیزیکی واقعی دارند و قادر به انجام تجاوز خشونتبار هستند. این مورد آخر صرفاً شکلی شدید از تجسدهایی است که در برخی از جلسات احضار ارواح اواخر قرن 19 مشاهده شده، از جمله جلساتی که دانشمندانی برجسته مانند سر ویلیام کروکس در آنها حضور داشتند. از سوی دیگر، باور جمعی و قطعی به ناممکن بودن برخی پدیده‌ها می‌تواند احتمال وقوع آنها را به شدت کاهش دهد. این مسئله بارها در آزمایشگاه‌های مطالعات فراروانشناسی به اثبات رسیده است، جایی که حتی حضور تنها یک فرد شکاک قوی می‌تواند توانایی PSI را به گونه‌ای چشمگیر کاهش دهد، تا حدی که گاه اثر PSI منفی رخ می‌دهد. برای مثال، فردی که باید با حدس زدن کارت‌های زینر عمل کردی در حد شانس داشته باشد، ناگهان بسیار پایین‌تر از شانس عمل می‌کند. تعجبی ندارد اگر در دوره‌ای که فرقه خردگرایی به طور موقت قدرت را در فرانسه انقلابی به شدت مادی‌گرای آن دوران به دست گرفت، پدیده‌های ماوراءالطبیعه در پاریس به طور ناگهانی کاهش یافته باشد. چنین اتفاقی به درستی می‌تواند به منزله تقویت محلی آن چیزی تلقی شود که ما قوانین طبیعت می‌نامیم. آنچه جنگ جهانبینی‌ها را منحصر به فرد می‌سازد، چنان که توسط نخبگان غیبی باور نازی تصور شده بود، این است که اگرچه ایستادن بیرون از تمام جهانبینی‌ها برای درک عینی از واقعیت ناممکن است، اما به این ترتیب می‌توان بیش از یک جهانبینی را پذیرفت و به گونه‌ای سیال میان چشم‌اندازهای وجودی مختلف جابجا شد. این توانایی فرد را از اسارت درون یکی از این جهانبینی‌ها آزاد می‌سازد. همانطور که نیچه از پیش دریافته بود، ابر انسان‌ها با درک ترانسپرسپکتیوال پرسپشن یعنی چشم‌اندازهای متعدد قادر خواهند بود بر کسانی که درون یکی از این جهانبینی‌ها گیر افتاده‌اند تسلط یابند. باز ارزیابی همه ارزش‌ها نزد نیچه در آن سوی ویرانسازی ایمان ساده‌دلانه به ارزش‌های هر دین، ایدئولوژی یا دوگم علمی خاصی روی می‌دهد. این امر به معنای فرو بردن یک جامعه کامل در آنارشی و پوچی نیست، بلکه این فروپاشی باید در درجه اول در ذهن یک نخبه ماهر رخ دهد. نخبگانی که در نتیجه این دگرگونی ذهنی قادر خواهند بود نیروهای اجتماعی پوچی و تباهی را به عنوان کاتالیزورهایی برای برپایی نظمی نوین به کار گیرند. نگرش بنیادی این اربابان زمین یا اشراف آینده نسبت به ارزش‌های اساسی نظم جدید مشابه نگرش یک نقاش یا پیکرتراش به محدودیت‌های خلاقانه خود ساخته در روند آفرینش اثر هنری است. نباید فراموش کرد که بیشتر بنیانگذاران حزب نازی در نوعی از هنر شکست خورده بودند. هیتلر تنها یکی از آنان بود. با الهام از نیچه و ریچارد واگنر، طراحان تمدن گسسته فاشیستی در پی آنند که جامعه و خود زمین را به یک اثر هنری کلی بدل کنند. گزامت کونستورک یا به عبارتی یک اثر هنری تمام عیار و فراگیر. این همان چیزی است که فیلیپ کی دیک را عمیقاً به هراس می‌انداخت، چرا که چنین چشم‌اندازی به معنای آن است که افراد یا دقیق‌تر بگویم کسانی که زمانی فردیت داشتند تبدیل شدند به بازیگران تئاتر واگنری یا حتی بدتر از آن، زیرا آنها آگاهانه در حال ایفای نقش نیستند. گویی این افراد درون یک تابلو نقاشی اسیر شدند، به گونه‌ای که دیگر هرگز نمی‌توانند بیرون از آنچه به بخشی از آن بدل شده‌اند را ببینند و این تابلو در نهایت چشمانداز شخص دیگری است. در مقاله هم با عنوان Black Sunrise یا طلوع سیاه در کتاب Lovers of Sophia مفهومی فلسفی را برای این فرایند تخریب خلاقانه که زیربنای شکلگیری یک تمدن گسسته است توسعه دادم. یا شاید دقیق تر این باشد که بگویم من صرفاً این مفهوم را بازسازی یا مهندسی معکوس کردم، مفهومی که در واقع توسط نخبگان نازی باقی مانده از سقوط رایش سوم طراحی و به کار گرفته شده بود.
در هر حال این مفهوم در زبان آلمانی به بهترین شکل بیان می شود. Abbauende Aufbruch ins Weltanschauung uns Krieg که می توان آن را چنین ترجمه هایی کرد: حرکت ویرانگر در جنگ جهانبینی ها، یا گشایشی تخریبی در جنگ نگرش ها، یا حتی انفصال تجزیه‌گر در جنگ روانی. جوهر این مفهوم آن است که نوعی پیشروی یا گشایش مانند بینش انقلابی علمی که در مهندسی زنگ نازی رخ داد منجر به نوعی انفصال یا انشقاق می شود. اما این فقط یک جدایی ساده از وضعیت معمول نیست، بلکه یک جدایی تخریبی است که طی آن آنچه از آن جدا می شویم به طور کامل فرو پاشیده، تحلیل و نابود می شود، به گونه‌ای که در نهایت آن را می شود از طریق جهانبینی ها تسخیر کرد. این همچنین به معنای نوعی گشایش یا گسست رادیکال از شیوه ساده‌لوحانه و ناآگاهانه است که تاکنون در آن جنگ جهانبینی‌ها میان تمدن‌های رقیب یا حتی جناح‌های مخالف درون یک فرهنگ صورت گرفته است. برای نخستین بار کسانی که این گشایش را محقق کردند خود نیز از پایبندی ساده‌لوحانه به یک جهانبینی خاص رها شدند و این توان آنها را برای تسلط بر کسانی که فاقد این بصیرت هستند افزایش می‌دهد و بی‌پرده بگوییم بر کسانی که این گشایش و گسست به عمد از ایشان توسط نخبگانی که بر مبنای آن از بقیه جدا می‌شوند پنهان خواهد ماند. این نخبگان همچنین به خوبی آگاهند که آنچه دانش تلقی می شود حتی در ابتدایی ترین سطح آن از روابط قدرت جدایی ناپذیر است. در عمیق‌ترین لایه درگیری‌های ایدئولوژیک حتی در سطح الگوهای علمی و نه صرفاً رقابت‌های دینی یک نبرد ذهنی میان جهانبینی‌ها در دل یک واقعیت عینی و پایدار نیست، بلکه جنگ جهانبینی‌ها چنانکه فریدریش شیلینگ و مارتین هایدگر به درستی درک کرده بودند در معنای دقیق کلمه جنگی است بر سر اینکه جهان چگونه خود را آشکار می‌سازد. هایدگر می‌دانست که این تنها جنگ جهانی حقیقی است، همان جنگ متافیزیکی که هراکلیتوس از آن سخن گفته بود، آنگاه که نوشت: جنگ پدر و شاه همه چیز هاست. همه چیز بر اساس کشمکش روی می‌دهد و نظم می‌یابد. فیلیپ کیدیک نیز عمیقاً تحت تاثیر هراکلیتوس بود و به صراحت از این درگیری روانی میان جهان خصوصی فرد و جهان مشترک همگان سخن گفته بود، نوعی مبارزه درونی برای مقاومت در برابر اسارت در جهان بینی بیگانه که ذهن و روان فرد را تسخیر می‌کند. The Spectral Revolution یعنی انقلاب طیفی درباره بازتعریف رابطه میان جهان خصوصی و جهان مشترک است، اما به شیوهی که بسیار توانمندسازتر و رهایی بخشتر برای فرد خلاق باشد، در مقایسه با آنچه تمدن گسسته فاشیستی در سر دارد.